کمیته نروژی هلسینکی از کشور آلمان طلب کرد که برای آزادی عبدالله شمس‌الدین تلاش کند. سازمان ملل متحد از سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان تنقید کرد. کمیته هلسینکی نروژ که مقرش در اسلوی نروژ است، از پیدا شدن مهاجری از آلمان استرداد شده تاجیک عبدالله شمس‌الدین در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهار تأسف و نگرانی کرده است. همچنین کمیته هلسینکی در اظهارات نو خود به کشور آلمان هشدار داده نوشته است که باید کشور آلمان آزادی عبدالله شمس‌الدین را از حکومت تاجیکستان طلب کند و برای آزادی او تلاش کند. باید آلمان تمام مسئولیت را در برابر عبدالله شمس‌الدین به دوش گیرد. کمیته هلسینکی در سامانه رسمی خود با نشر اظهارات جدید گفته است که بازداشت و در دست خدمات امنیتی قرار داشتن عبدالله شمس‌الدین تصدیق قربانی تعقیبات سیاسی بودنش می باشد. در اظهارات آمده است: به عقیده ما مقامات تاجیکستان او را به هدف انتقام برای شرکت قانونی پدرش در فعالیت سیاسی صلح‌آمیز بازداشت کرده است. ما بار دیگر طلب می‌کنیم که دوشنبه به طور اعتماد بخش عیبنامه اعلان کند یا عبدالله شمس‌الدین را فوراً آزاد کند. در نهایت اظهارات کمیته از بحران حقوق بشر در تاجیکستان نگرانی کرده نوشته است که سالهای اخیر بحران سرتاسری حقوق بشر در تاجیکستان از نظارت بیرون می شود. مقامات صدها نفر از مخالفین، فعالان و روشنفکران آسایشده از جمله حقوقشناسان، روزنامه‌نگاران و دیگران را با اتهامات ساخته سیاسی زندانی کردند. مخالفان سیاسی ناپدید و حتی کشته می شوند. رژیم آزادی بیان را کاملا از بین برده مطبوعات را بیرحمانه سرکوب می کند. گفتنی است این دومین اظهارات کمیته نروژی هلسینکی درباره استرداد عبدالله شمس‌الدین و بازداشتش در تاجیکستان می باشد. هفته گذشته همچنین با طلب معلوم کردن مکان بازداشت عبدالله شمس‌الدین کمیته اظهارات پخش کرده بود. یادآور میشیم که روز 18 ینور مقامات آلمان عبدالله شمس‌الدین را با هواپیما از دوسلدورف توسط استانبول به دوشنبه اخراج کردند، اما عبدالله شمس‌الدین را پیوندانش در فرودگاه نیافتند. با وجود این، مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل ادعا دارند که درباره مکان بودوباش او معلومات ندارند. دیروز رادیو آزادی با استناد از صحبت همسر عبدالله شمس‌الدین خبر داد که او از خود درک داده است و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از وضع بد آزادی بیان در تاجیکستان انتقاد کرد. والکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، دیروز 7 مارس ضمن اجلاسیه 52 حقوق بشر این سازمان در ژنو بررسی وضع حقوق انسان در 40 کشور جهان را به میان گذاشت. والکر تورک گفت: در تاجیکستان روزنامه‌نگاران و بلاگ نویسان مستقل با اتهام تروریسم و افراطگرایی به مهلتی از 7 تا 21 سال زندان محکوم شدند که این بیانگر سرکوب شدید آزادی بیان در این کشور می باشد. او گفت که مرافعه دادگاهی این روزنامه‌نگاران به شکل پوشیده برگزار گردیده است، چون به نظر می رسد که در مرافعه ها یگان دلیل جدی صادر کردن جنایت پیشنهاد نشده است. و گفت کمیسر عالی سازمان ملل متحد این بازداشت و زندانی کردنها در پی شدت گرفتن سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان صورت گرفته است. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان از منبر سازمان‌های جهانی در مسئله پایمالشوی حقوق انسان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مقامات کشور چند سال اخیر با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم ده‌ها نفر از فعالان، روزنامه‌نگاران، حقوقشناسان و آزاد اندیشان تاجیک را بازداشت و با اتهام ساخته برای سالهای طولانی روانه زندان کردند. گفتنی است والکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان، روزهای 13-15 مارس به ازبکستان سفر می‌کند. در جریان سفر نماینده سازمان ملل متحد با رهبریت مرکز ملی حقوق بشر، سود عالی، پروکراتور گنرالی، وزارت کارهای داخلی و وکالتدار آید به حقوق انسان ازبکستان ملاقات خواهد کرد. همچنین نماینده سازمان ملل متحد از قرقلپاقستان نیز دیدن می‌کند. در همین حال با وجود اظهار نگرانی از بحران حقوق بشر در تاجیکستان، از نقشه سفر والکر تورک به تاجیکستان هیچ خبری نیست.